عزیزم ببین قربون اجازه بده قربون من کاری رو انجام نشون بده ندارم. من کاری رو انجام بدم نه از شما میترسم نه گنده تر شما. من دارم خیلی هم گنده دارم از کسی هم نمیترسم. نه داداش بده ببینم اجازه تصویر نشون بده اینجا. خب یعنی الان سرمو پایین کردم گفتم که آقا شاید گرفتگی سر بوده. جان شاید گرفتگی شاید گردنم در حرکات کرده بود. نه با توجه به این چیزی که سابقه که ما دیدیم شبکه 3 پخش شد ما میگیم شاید این کار. ببینید قربونت برم دوربینید دیگه نه. ببینید شما در طول شبانه روز بارها و بارها جمله کسخل استفاده میکنید. بارها اجازه بده بارها و بارها این استفاده میکنید. یه عدتون میگید دیوونه یه عدتون میگید کسخل. حالا اگر شما میخواید برای من ادا دراری مثلا بگی من خوبم یا عدتون میخواد اجازه بده قربونت نه اجازه بده. تو بخش زنده چه نمیگی ما خب پس شما میترسی تو بخش زنده بگی. شما میگی اجازه بده. پس شما تو اجازه بده. چیزی که فوتبال ما رو برداشته همین ریاییه که میکنی. شما که تو رفاقت به رفیقت میگی بعد جای دیگه نمیگی جای دیگه هم میگی. چه جان اینجا شد زشته. الان شما شدی حضرت علی برای من. ریش داری فکر ریش نیست به خدا به ریش هست به حضرت عباس.